فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آقا محمد عزیز از تاجیکستان سوالشون این بوده که در نمازهای سنت پیش از فرض روز جمعه رو بیان بکنید. نمازی که به عنوان مشخص باشه که نماز سنت قبل از جمعه که 2 رکعت بخونن، 4 رکعت بخونن یا 6 رکعت یا کمتر و بیشتر، نماز سنتی به عنوان نماز سنت قبلیه نماز جمعه وجود نداره. زیرا که در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم روش رسول الله که در تمام کتاب‌های سیرت اینو نوشتن این بوده که حضرت بلال رضی الله تعالی عنه می اومدن به محض این که وقت نماز شروع میشد اذان میگفتن و رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی بلا فاصله بعد از اذان بلند میشدند و خطبه میخوندند. اصلا وقتی برای این که در واقع مردم سنت بخوانند چنین چیزی وقتی نبوده. متاسفانه امروزه در برخی از جاها وقتی که اذان گفته میشه مردم اعلام میکنند که ها کسی سنت نخونده بلند بشه سنت بخونه، یا بعد از خطبه مثلا یک وقتی رو تعیین میکنند که صبر میکنند بعد از خطبه نماز جمعه رو اقامه نمیکنند که کسانی که سنت نخواندند بلند بشن و این سنت رو بخونند. اینا خلاف شرع، خلاف سنت رسول الله هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین عملی رو نداشته. منتها مطلبی که در اینجا وجود داره این است که آیا نماز خوندن قبل از نماز جمعه یعنی نماز سنت خوندن، نفل خوندن جایز هست یا جایز نیست؟ بالاتفاق نه تنها جایز هست بلکه تشویق شده. رسول الله صلی الله علیه و سلم تشویق کردن در حدیث معروفی که حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کرده: من اغتسل یوم الجمعه ثم اتى الجمعه، هر کسی که نماز روز جمعه غسل بکند و بعداً بیاد به نماز به مسجد و محل برگزاری نماز جمعه، و در ادامه این روایت این نکته را آورده: فصلى ما قدر له، و هر اندازه که میتواند نماز بخواند. ببین رسول الله فرمودن هر کسی که زود به نماز جمعه برود و قبل از نماز جمعه هر مقداری که میتواند نماز در واقع نفل بخواند و این به اندازه توان خودش، حتی یفرغ، تا اینکه امام از اون نماز و با امام نماز بخواند تا اینکه نماز جمعه تمام می شود. در روایت اومده که این نماز کفاره خواهد بود برای گناهانی که این انسان از این جمعه تا جمعه قبل حتی 3 روز اضافه هم انجام داده باشه. این روایت یک روایت صحیح است و صحیح مسلم اینو روایت کرده. پس بنابراین نماز خوندن قبل از نماز جمعه بدون تعیین تعداد رکعات و بدون معتقد بودن که 2 رکعت سنت است یا 4 رکعت سنت جایز هست. 10 رکعت بخواند، 20 رکعت بخواند، 100 رکعت بخواند، هر چی میتواند بخواند، 2 رکعت بخواند جایز. اما به این عنوان که سنت قبلیه نماز جمعه باشند چنین چیزی وجود ندارد.